یه مورد خیلی مشکل دارن، تلاش میکنن ولی منتها چون رو روش مطالعه، روش درس خوندن یا روش امتحانات مشکل دارن، خیلیش نتیجه کافی یا وافی نمیگیرن. من سعی کردم تو چند دقیقه مطالب یا ترفندهایی رو براتون بگم که شما به عنوان اولیا یا دانش آموزان بتونن با یادداشت کردن این موارد به نتیجه دلخواهشون تو تلاش‌ها برسن. نکته اول تو بحث روش مطالعه نخبگانی هست. یعنی چطور؟ یعنی به چه صورت شما یک ترفندی هست بهش میگن ترفند 90-15. بازدهی هر فردی تو زمان مطالعه بین 60 تا 90 دقیقه هست. بیشتر از این شد بازدهیش به شدت کاهش پیدا میکنه. پس بهتره بین 60 تا 90 دقیقه که ما مطالعه میکنیم حد اکثر 15 دقیقه وقت مطالعه، وقت استراحت مفید بذاریم، مفید و فعال. یعنی وقت استراحت فعال که میگیم نه اینکه سراغ گوشی باشه، روبروی تلویزیون باشه، استراحتی که از درس و از درگیر شدن ذهن دور باشه. بحث دوم، ترفند دوم بازیابی فاصله دار ما بهش میگیم. یعنی چی؟ یعنی شما اگر امروز یه بحثی رو مطالعه کردید، این نیاز برای تثبیت یادگیری نیاز به مرور دوباره دارید. امروز مطالعه میکنید، 3 روز بعد دوباره مرور میکنید، 7 روز بعد دوباره مرور میکنید، 14 روز بعد دوباره مرور میکنید و این مرورهای با فاصله و فاصله دار باعث تثبیت یادگیری ما میشه. مخصوصا تو بحث مثال میزنم مثل تو لغات زبان، یکی از دانش آموزان میاد 10 دور یه تعداد کلماتی رو میخونه، مطالعه میکنه تا حفظ بشه، ولی میگه من حفظ نشدم، ولی کافیه دوبار بخونه، 3 روز بعد دوباره مرور کنه، 7 روز بعد مرور کنه و این مروره باعث تثبیت یادگیری میشه. یه مورد دیگه بحث اثر زیگارنیک رو بهش میگیم. یعنی ذهن ما همیشه دیدید مخصوصا تو تبلیغات تلویزیونی خیلی کارهایی داره، چیزایی که دوچار مثلا بی‌نظمی بشه یا ناتمام باشه یا حتی نیمه تمام ما ذهنمون رهاش کنه و مشغولیت ذهنی داشته باشیم، بیشتر تو ذهنمون مونه و یاد میگیریم. سعی کنید یادگیری هامون به این صورت باشه، یعنی همراه با آهنگ باشه، همراه با این که میگم یعنی آهنگین برای یادگیری از خودمون بیایم به صورت شعربار درش بیاریم یا بیایم ناتمامش بذاریم که ذهنمون درگیر باشه برای یادگیری دوباره اون مطالعه اون بحثی که دنبالش هستیم. بحث استفاده از هوش طلایی هست. هوش طلایی چطور؟ یعنی مثلا تو بحث پاسخگویی به سوالات یا آزمونی رو می‌خوایم بدیم، خیلی از دانش آموزا به خاطر مطالعه زیادی که کردن سعی میکنن روی سوالات سریع بخونن جواب بدن و یکی از اشکالات اصلیشون تو نمره کافی نیاوردن همینه. میان سریع سوالا رو میخونن در صورتی که باید یه تحمل 10 ثانیه رو سوال داشته باشیم. ما معلم‌ها میگیم نصف جواب در سواله. وقتی سوال رو کافی بخونی و 10 ثانیه روش تحمل کنی میتونید جواب رو دریافت کنی و از بین همون سوالات به دست بیارید. بحث دیگر یه ترفند بعدی حذف نقشه‌ای است. یه سوالی رو که میخواین جواب بدید مخصوصا توی آزمون‌های تستی زیاد کاربرد داره. یه سوالی مثلا نوشته که کدام مورد زیر غلط است که زیاد کاربرد داره تو بحث تستا. ما با نگاه 10 ثانیه‌ای که تو مورد قبل گفتیم به راحتی میفهمیم که 2 تا موردش اصلا جزء گزینه‌ها نیست یا تو جواب نیست. 2 تا مورد سریع خط می‌زنیم و تفکرمون یا تمرکزمون رو می‌بریم 2 تا مورد بعدی که بتونیم از بین اونها با فکر کردن به جوابمون برسیم. و یه ترفند 80-20 ما بهش میگیم. چه توی آزمون و چه توی درس خوندن خیلی از درس‌ها و خیلی از سوالات آزمونی 80% وقت ما رو میگیرن و دانش آموز میاد برای پاسخ دادن یا یادگیری اون درس همه وقتش رو میذاره که اونو یاد بگیره، در صورتی که ما باید اینو به بچه‌هامون بگیم یا خودمون تلاش کنیم که تو ذهنمون جا بگیره که وقتی ما 80% نتیجه رو گرفتیم 20% دیگه‌اش هم به مرور و با تمرین میتونیم به دست بیاریم. اصرار نداشته باشیم که توی همون مرحله بخوایم همشو
انجام بدیم. یه مورد خیلی مهم، ما همیشه به دانش آموزا میگیم مدیریت زمان داشته باشیم. مدیریت زمان خیلی مهمه. با برنامه‌ریزی ما میتونیم به مدیریت زمان برسیم، ولی مهمتر از مدیریت زمان چیه؟ مدیریت انرژی. یعنی چطور؟ یعنی ما بیایم ساعت طلایی یادگیری خودمون یا بچه‌مون رو به دست بیاریم. هر فردی یه ساعت طلایی داره برای یادگیری. یه دانش آموز می‌بینی 8 صبح تا 10 صبح یاد میگیره. یه دانش آموز 4 تا 6 بعد از ظهره. یه دانش آموز 9 تا 11 شب یادگیریش. بعد با دست آوردن این ساعت طلایی یادگیریش بیشترین درس‌ها یا سخت‌ترین درس‌هاشو بذاره تو اون ساعت طلایی یادگیری خودش. مورد بعد استراحت‌های کوتاه هوشمندانه هست. بین هر ساعت مطالعه‌ای که میذاره یه استراحت‌های کوتاه هوشمندانه بذاره که مثلا پیاده‌روی قرار بده تو 5 دقیقه، 10 دقیقه یا ورزش‌های کششی بذاره که از اون بحث مطالعه هم دور بشه، هم اثر داشته باشه روی یادگیری بهترش. که وقتی این موارد رو انجام بدیم باعث میشه که اون خطر افت تحصیلی هم تو دانش آموز نداشته باشیم. ما 2 تا مورد هست که تو بحث دانش آموزامون اگر اجرا نکنیم باعث افت تحصیلی تو دانش آموزامون میشه. خطر اول چیه؟ خطر اول کمالگرایی علمی. یعنی چطور؟ یعنی ما به عنوان اولیا شاید تو گفتارمون هم نباشه ولی در عمل نشون بدیم که مخصوصا دانش آموزان عملگرا زیاد داریم که دچار استرس و اضطراب میشه، میگه یا 100 یا هیچ، یا من باید نمره 20 بگیرم یا نه. و خود اولیای هم اینو به دانش آموزا تزریق میکنن که میگه دانش آموز میاد خونه میگه من 19 گرفتم، میگیم خب بقیه چی گرفتن یا کیا 20 گرفتن. همین باعث میشه که دانش آموزمون یا فرزندمون دچار عملگرایی بشه. و خطر دوم فشار پنهان خانواده هست. همون که خانواده به دانش آموز فشار میاره که تو باید بهترین باشی، در صورتی که بهترین چیه؟ بهترین تلاش کردنه، نه نتیجه گرفتن. شما وقتی تلاش‌های بچه‌تون رو ارج بدهید و در قبال تلاشش به نتیجه برسه اون مهمه، نه اینکه حتما دنبالی باشید که نتیجه‌ای رو بگیره. و برای بهتر شدن یا دور شدن از این خطرها و بهتر شدن وضعیت تحصیلی فرزندانمون ما یه فرمول 3 جمله‌ای داریم که این فرمول خیلی اثر داره رو 100% دانش آموزان اثر داره. اولش که عملکرد درسی تو نشونه شخصیتت نیست. اگر عملکرد توی درس یا تو همه درس‌ها پایین اومد نشونه این نیست که تو از نظر شخصیت ضعیفی داری. شخصیتت به عنوان فرزند برای ما بسیار مهمه. حالا توی درس افت کردی یا تلاش کم کردی یا میتونی با برنامه‌ریزی بهتر به اون سطحی که ما دوست داری برسی. و جمله دومی که خطا طبیعی است. هر فردی میتونه توی زندگیش خطا کنه و برای رسیدن به موفقیت خطا و اشتباه یکی از اصلا عواملی که ما رو به پیشرفت بهتر میرسونه. ما وقتی اشتباه کنیم توی موردی نقطه ضعفمون رو به دست بیاریم و میتونیم در قبال اون نقطه ضعف به پیشرفت بهتری برسیم. و جمله سومی که رشد مرحله‌ایه، یعنی رشد پلکانیه نه آسانسوری. اون رشدی تثبیت و موندگار میشه که پله‌ای ایجاد بشه نه آسانسوری. یعنی فرد پله پله با تلاش‌های کوچک و کنار هم قرار دادن اون تلاش‌ها بتونه به یه موفقیت ثابت برسه. و نکته آخر یه تست یادگیری هست که تو آزمون روانشناختی بسیار موثر تو تشخیص اختلالات روانشناختی که تو بچه‌ها وجود داره. یه سری سوالاتی تو این تست ها انجام میشه که در حال حاضر هم آزمون غربالگیری تو مدارس داره انجام میشه. 3 تا سوال هست که از خودتون یا فرزندتون بپرسید و اگر نتیجه این 3 تا سوال بله بود دانش آموز در خطر افت تحصیلی است و باید روی انگیزش و روی برنامه‌اش کار کنه. اول اینکه آیا هنگام مطالعه خسته میشی و همچنان ادامه میدی؟ دومی که آیا معمولاً بیش از اندازه روی درس تمرکز میکنی؟ و سوال سوم آیا از اشتباه کردن میترسی؟ اگر دانش آموز ما این سوالا رو در قالب سوالات دیگه
جای میدیم و اگر جواب 3 تا سوال بله بود باید روی برنامه‌ریزی و انگیزش فرزندمون کار کنیم. بیش از این اطاله کلام نمی کنم. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. به برکت صلوات بر محمد آل محمد.